بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و خوشحال هستم که بار دیگر توفیق نصیبم شد که مهمان خانه شما عزیزان باشم از دوربین برنامه تریبون آزاد، یعنی برنامه‌ای که از روزهای شنبه تا سه‌شنبه پخش میشه با کارشناس‌های مختلف و روز سه‌شنبه بنده خدمت شما میرسم. همونطوری که مستحضرید ما در ابتدای برنامه فضیلتی از فضایل آقا امیرالمؤمنین رو بیان میکنیم و بعد تلفن‌های شما عزیزان رو شنوا هستیم. یکی دیگه از اون فضایلی که آقا رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام برمی‌شمارن بحث مقام علمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش و اون عنایت و کرامتی که خدا نسبت به ایشون عطا کرده. در حدیث صحیح السندی اون حضرت میفرمایند که انا مدینة الحکمه و علیون، انا مدینة الحکمه و العلم و علیون بابها، یا در بعضی قسمت ها انا مدینة العلم و علیون بابها یا انا مدینة الحکمه و علیون بابها. فرق نمیکنه، الفاظ مختلف هستش و ولی همه اینها سنداشون صحیح هستش. حضرت میفرمایند که من شهر حکمت و علم هستم و درب شهر حکمت و علم علی است. یعنی هر کی میخواد به علم من رسول خدا پی ببره، هر کس میخواد به حکمت من رسول خدا برسه، باید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد بشه. خب با توجه به این روایت خیلی مطالب برای ما روشن میشه و اون این هستش که مثلا به عنوان نمونه خداوند در قرآن فرموده است که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما کتاب قرآن رو بر تو نازل کردیم برای اینکه تو برای مردم بیان کنی آنچه بر اونها نازل شده. خب وقتی رسول خدا در قید حیات نباشن، طبیعتاً باید از شهر علم رسول خدا وارد بشیم که اون شخص امیرالمؤمنینه. یعنی مفسر قرآن بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بدا به حال اونهایی که زمانی که امیرالمؤمنین اون قرآنی رو که از رسول خدا رسیده بود و شرح و تفسیرش رو امیرالمؤمنین در کنارش نوشته بود از حضرت نپذیرفتن و حضرت مجبور شدن که آن قرآن رو که با تفسیر بود در خانه نگهداری بکنن. خب اگر بیننده وصل شده دوستان لطف کنن اولین بیننده رو بیان بفرمایید. بله، جناب آقای حذیفه از زاهدان از برادران اهل سنت. سلام علیکم. سلام علیکم. ظاهرا صداشون نیست، ما صداشون رو نداریم. الو. سلام علیکم. احوال شما؟ این الو. گیرنده‌تون رو ببندید، از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید که صداتون رو به راحتی ما داشته باشیم و صدای ما رو شما به راحتی بشنوید. خیلی خوب. بفرمایید آقا. ببخشید هفته پیش من زنگ زدم پرسیدم به همون اشهد ان علی ولی الله، شما به من یه حدیث نشون دادین، بعد من از پرسیدم یه حدیث از کتاب شما اومده که کسی که در اذان اضافه کرده لعنتش کردن. تو برنامه من زنگ نزدید، حتما برنامه دیگه بوده. یه هفته نه 2 هفته پیش بود زنگ زدم. خب حالا سوالتون چیه شما؟ دیگه من پرسیدم شما به من یه حدیث نشون دادین که در زمان پیامبر بوده، الان یک حدیث از کتاب شما دیدم در
کتاب کاشف الغطا جلد 1 صفحه 227. چه اسمی کتاب مرحوم کاشف الغطا؟ ها؟ اسم کتابشون چیه؟ کاشف الغطا چیه اسمش؟ کاشف الغطا که نویسنده است. ما نویسنده به نام کاشف الغطا در آره، بین آره. شیعه زیاد داریم. شما متن حدیث رو بخون. لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 23. چی؟ لا یحضر الفقیه. من لا یحضر الفقیه وقت مال مرحوم کاشف الغطا است؟ نه این کتاب کاشف الغطا یک کتاب دیگه است. اسمش خب یادم نیست. میدونم. ببینید شما خب الان نویسنده من لا یحضر الفقیه کیه؟ نویسنده‌اش که یادم نیست ولی شما جلد 1 صفحه 23. خب شما الان داری آدرس از حفظ میخونی. این که نشد. شما عین عبارت حدیث رو بخون تا با همدیگه بررسی بکنیم. باشه عبارتش بخونم. شما قشنگ ببین عین عبارت حدیث رو بخون، تحقیق بکن، بعد زنگ بزن شبکه ما جواب تو الان بدیم. میخونم الموعودة لعنهم الله قد وصف. از چی؟ کتاب به دستتون رسید؟ کتاب به دستتون رسید؟ نه کتاب نیست، حدیث یادش کردم. عرض کردم حدیث بخون. شما ببین شما یه عبارت فارسی میخونی، این که ملاک نیست. کتاب اگه میخوای حدیثی بخونی عربی بخون تا من عین عبارتشو اینجا بیارم بینندگان عزیز از نزدیک ببینن. شما ببین عین عبارت حدیث رو عین عبارت عربی رو برای من بخون، من اینجا بذارم تو نرم افزار جلوی دوربین همه بینندگان ببینن و جلوی همه بینندگان ما با هم دیگه بررسی بکنیم. چی؟ بله. حالا پس عبارت عربی رو هم بهتون رسوندم قربان؟ عربیش میخوندم داشتم. آخه یه بار فرمودی که من کتابو ندارم، بعد فرمودی فارسیشو دارم، بعد حالا عبارت عربی داری میخونی. خب الهی شو که بهتون رسوندم. حالا ما این عبارت رو سرچ بکنیم. بفرمایید عبارت رو یه بار دیگه. الموعود لعنهم الله الچی؟ اخبارا. من الچی متوجه نشدم. الموعود لعنهم الله. المفوزه. الموعودة لعنهم الله قد وصلوا اخبار. عربی خوب نیست اینجوری دار میخونه. بله عزیز من شما صبر کن، لااقل یه خورده مطالعه بکن، بعد اینجوری اون المفوزه است. المفوزه الموعودة چیه؟ دست نوشته است میبینم. خب نه میدونم. خب تو همه جا نوشته است، دست نوشته است. خب پس دست نوشته شو بهتون رسوندن، اشکال نداره. خودتون البته جواب خودتون رو دادید، ولی من این عبارت رو سرچ بکنم که به قول معروف همه بینندگان ببینن. المفوزه رو بزنم. لا یحضر الفقیه. بله. من لا یحضر الفقیه عبارتش تلفظ صحیحش این هستش. یه لحظه. بله خب من لا یحضره الفقیه عبارتش رو من آوردم الان اینجا. بله. من قبل از اینکه اون تیکه عبارت رو براتون بخونم، ببینید راجع به مفوضه، خب راجع به مفوضه اصلا کسانی هستن که ما قبولشون نداریم. خب مفوضه هم الذین قالوا بالتفویض. اگر مانیتور بنده رو نمایش بدن دوستان این عبارت رو برای ایشون بخونم در همون کتاب من لا یحضره الفقیه. این عبارت رو ببینید مفوضه کیا هستن در همون کتاب جلد 4 صفحه 546 میگه مفوضه کسانی هستن که قائل به تفویضن. یعنی چه قائل تفویض؟ متشکرم از فرمان. یعنی کسانی که اعتقادشون این بوده خداوند بندگان رو خلق کرده و دیگه بقیه امور رو رها کرده به خودشون سپرده. ما اینها رو اصلا قبول نداریم. حالا اگر اینها عنایت بفرمایید ببینید در این ماجرا این آقایون مفوضه اومدن و خب عقیده فاسدی داشتن به این عنوان که آقا خداوند افرادی رو خلق کرده و اینها رو رها کرده، همه چی به عهده خودشون گذاشته. علمای شیعه اینها رو کافر میدونستن. اینها برای اینکه مثلا بگن ما کافر نیستیم میگفتن اشهد ان علی ولی الله. بعد علمای شیعه گفتن خدا لعنتشون کنه. اینها دارن استفاده ابزاری از این جمله میکنن. خب ما این رو که قبول نداریم. مرحوم صدوق هم در اون کتاب وقتی از مفوضه نام میبره میگه مفوضه اینجوری گفتن، نه اینکه مرحوم صدوق بخواد بگه که اشهد ان علی ولی الله گفتن ایرادی داره. میدونید
ما در احادیثمون داریم که هر وقت هم در احادیث شیعه هم در احادیث اهل سنت هر وقت شهادت به رسالت پیغمبر داده شد، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین هم باید داده بشه. خب در اون حدیث اومده خداوند محافظه را لعنت نفرین کند که در اذان اشهد ان علی ولی الله را اضافه کرد. ببینید نگاه کنید، من عبارت رو دارم دیگه. شما ببین، من الان کلمه مفوضه رو در این کتاب جستجو زدم. جان همون حدیثی گفتم میدونم، من دارم میارم الان اینجا در کتاب من لا یحضر الفقیه این عبارت شما نیست. خب اون وقت در ثانی این حرف مرحوم صدوق حدیث نیست. این شما میگی من یه حدیثی از کتاب شما پیدا کردم، این عبارتی که مرحوم صدوق میگه حرف خود صدوقه، حدیث نیست که، و مرحوم صدوق هم که معصوم نیست. اون وقت من عرض کردم مفوضه از این عبارت استفاده ابزاری میکردن. اشهد ان علی ولی الله رو میگفتن که کسی نگه کافرن، در حالی که علمای شیعه میگفتن اینا کافرن. استفاده ابزاری میکردن، علما گفتن آقا خدا لعنتشون کنه. اونم عبارت صدوقه، وگرنه خود این عبارت حدیثی نیست. الان من کتابای متعدد مرحوم صدوق جلو چشمم هست، مثل توحید، مثل من لا یحضر الفقیه، مثل کتاب عیون اخبار رضا. هیچ کدوم از اینا اون عبارتی که شما میگی درش نیست. حدیثی که گفتن شما نشون بده. بله حدیثی که گفتن عرض کردم حدیث نیست اون که شما میگی، مثل که عرض من رو متوجه نمیشی. ببینید شبیه اون مطلب تو جلد 1 صفحه 290 من لا یحضر الفقیه هست. اجازه بفرمایید من الان این عبارت رو برای شما بیارم، جلد 1 صفحه 290 203. خب میدونم، حالا من میارم دیگه، شما ببین دیگه. الان یه لحظه صفحه اینو هاشش همین عبارتی که شما برای ما گفتی، اینو لطفاً اتاق فرمان نشون بدن. ببینید قال مصنف هذا الکتاب، مصنف این کتاب، نویسنده. ببین حدیث نیست. بعد این عبارت هم که شما خوندی اینه والمفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا زادوا فی الاذان محمد و آل محمد خیر البریه. مفوضه که خدا لعنتشون کنه در اذان یک اخباری رو یک روایاتی رو آوردن و در اذان به قول معروف این جمله رو اضافه کردن. ببینید جعل کردن. جان بعد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله. خب این عبارت نیست دیگه. والمفوضه لعنهم الله این عبارتی که شما برای من خوندی دیگه. خب این ادامهشه. خب ببینید و فی بعض روایات، بله منتها اون بحث عبارت چیز عرض کردم استفاده ابزاریه. این قسمت شما داری میگی، میگه در بعضی از روایاتشون هم اینجوری گفتن، اما صحبت اینجاست که این مفوضه از این جمله استفاده ابزاری میکردن و مرحوم صدوق از این جهت فرمودن. و این نکته اول. نکته دوم، شما اگه فتاوای علمای شیعه رو نگاه بکنید، تمام علمای شیعه میگن آقا اشهد ان علی ولی الله جزء واجب اذان نیست، مستحبه بعد از شهادت به رسالت رسول خدا اشهد ان علی ولی الله بگی، این مستحبه. خب و یعنی جزء واجب نیست. اگر کسی اشهد ان علی ولی الله رو به عنوان جزء واجب اذان بگه، علما میگن این باطل اذانش. متوجه هستید؟ این نظر شیعه. برنامه شما یه سرودی پخش شد، شعر. خب حساب کنید این حل شد. این حل شد. خب این حل شد. اون وقت من یه سوالی از شما دارم. من یه سوالی از شما دارم. آقای حذیفه. من یه سوالی حالا از شما دارم. خب اگر کسی جمله رو از اذان حذف بکنه، به نظر شما این چه برخوردی باید باش بشه؟ اذان کامل اذان حذف نشه باید. خب نه، اگر کسی این کارو کرد گناهکاره. حالا اگر کسی جمله رو از اذان حذف کرد، یک جمله رو به دلخواه خودش در اذان قرار داد، این چی؟ گناهش بیشتره. خب شما یه مطالعه بفرمایید که چرا خلیفه دوم حی علی خیر العمل رو از اذان برداشت، از صلات خیر من النوم رو جاش گذاشت. نماز صبح در هم ببین، در نماز صبح از صلات خیر من النوم رو گذاشت و در نماز ظهر اصلا که کلا حی علی خیر العمل که نمیگن، از صلات خیر من النوم هم نمیگن. نماز صبح از صلات خیر من النوم برای
اصلا خوابن میگن دیگه زور کسی متوجهم. ببینید خواب باشید یا بیدار فرقی نمیکنه. قراره بر اینه که کسی چیزی از آن حذف نکنه و چیزی اضافه نکنه. ایشون به چه مجوزی این کارو کرد؟ من که ندیدم باورم نشه. حدیث خب در کتابای شما اومده. کدوم کتاب؟ بله من الان کتابای متعددی هست، حالا دوستان آقا فرمان هم اشاره میکنن که پشت خط دوستان زیادی هستن. این از صلات خیر من النوم رو من در نشون بده تا من برم تحقیق کنم. چشم اشکال نداره. شما یعنی الان خبر نداری که این از صلات خیر من النوم به جای علی خیر العمل، درسته؟ نه باشه اشکالی نداره. این عبارتی که خلیفه دوم آورده جز اذان گذاشته، من این رو الان جستجو زدم. خب این بله، حالا من در طول برنامه اون عبارت رو برای شما میارم و حتما بهتون نشون میدم. ببینید این هاشش اینجا یه قسمتی اینجا وجود داره. اگر دوستان اتاق فرمان نمایش مانیتور بنده رو، این کتاب موطأ مالک جلد 1 صفحه 72 امام مالک ابن انس، ببینید میگه حدثنی عن مالک انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن خطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما. مؤذن اومد پیش عمر بن خطاب که برای اذان صبح بیدارش کنه، دید عمر بن خطاب خوابه. فقال الصلاه خیر من النوم. مؤذن گفت نماز بهتر از خواب است. فامره عمر ان یجعلها فی نداء الصبح. عمر به او امر کرد که همین جمله رو در اذان صبح بیار. این عبارتی که از خلیفه دوم شما وارد شده که امر کرده از صلات خیر من النوم رو داخل اذان جا بدن. به چه مجوزی؟ سندش کجاست؟ این سند که نداره. عرض کردم بابا جان، کتاب موطأ امام مالک ابن انس رئیس فرقه بزرگ مالکی جلد اول صفحه 72 انتشارات کتاب دار و احیاء تراث العربی در مصر. اونم روایتی که من آوردم شما گفتید که معصوم نبوده. خب مالک ابن انس هم معصوم نبوده. این حدیث سندش رو من نشون بدید. عرض کردم اینها دیگه مالک داره میگه عمر این کار رو کرد. من عرض کردم گفتم اولا نگاه کنید، گفتم اولا مفوضه رو ما قبول نداریم. این نکته اول. خب این حدیث هم ما قبول نداریم. شما این حدیث رو قبول ندارید. من الان تو این نرم افزاری که زدم 548 مورد پیدا کرده. شما از کجا میگی من قبول ندارم؟ شما الان سوادتون در چه حدی هستش؟ من به این دلیل قبول ندارم که نه سندی دیدم نه چیزی. فقط میدونم من نشون دادم موطأ امام مالک رو نشون دادم. شما بس اصلا کتابا رو نمیشناسی. مفوضه رو مفوضه میخونی، نمیدونم کتابی که مال مرحوم صدوق میگی مال کاشف الغطاس. بعد این روایت گفته عمر اینو اضافه کرده. امام مالک یعنی دروغ میگه؟ نگفتم که دروغ، حدیثش ضعیف نیست. نه ضعیف نیست اصلا بابا، خود حرف مالکه. ببینید عبارت امام مالک در کتابشه. ببینید مالک این رو آورده، عمر امر کرد. خب و از اون ور نگاه کنید، حتی علمای شما گفتن اگر امام مالک ابن انس یه چیزی رو بگه و سندم نگه ما قبول داریم. شما یه تحقیق بکن بعد شما بیا بگو مالک رو قبول ندارم. اصلا امام مالک یکی از بزرگترین فقهای شماست. حالا من یه توصیه به شما میکنم، شما تحقیق بکن، هفته آینده هم زنگ بزنی، من در خدمت شما هستم. بینندگان دیگری پشت خطن، انشاءالله موفق و مؤید باشید. التماس دارم. خب بیننده بعدی. بله آقای نوری از برادران تابع مکتب اهل بیت از شهرستان بروجرد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام به آقای روستایی افتخار شهر بروجرد. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. من چند تا سوال دارم ولی خب جواب از گیرنده میشنوم. بفرمایید آقای نوری. عرضم خدمت شما در جنگ تبوک که می‌خواستن پیغمبر را ترور کنن، می‌خواستن چه ثوابت شرکت داشتن تو این توطئه؟ بله. بعد آیا شیعه قبول داره که جناب ابوبکر همراه پیغمبر تو غار بوده؟ بله. بعد معنی کلمه فاروق چیه و چرا به خلیفه دوم میگن عمر فاروق؟ سوال دومتون بحث غار بود دیگه، درسته؟ بله. بله. و سوال سوم معنی کلمه فاروق. بله چشم. خیلی ممنون. من دیگه چون دوستان پشت خطن مزاحم نمیشم. خواهش میکنم جناب آقای نوری عزیز، التماس دعا دارید. ببینید برادر، عرض کنم نسبت به، حالا من سوال دوم و سوم جواب بدم، سوال اول رو هم خدمت شما عرض میکنم. ببینید نسبت به این بحث غار
که میگید آیا ابوبکر با پیامبر بوده یا نبوده، ما در نقل هایی داریم که ابوبکر بوده. منتها حالا علاوه بر این که یه انکارهایی هم صورت گرفته، بعضی گفتن ابن بکر بوده نه ابوبکر. و از طرفی این حالا در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی سنی اومده بود که به نقل از مؤمن الطاق که از شاگردان امام صادق بوده، میگه اون شخصی که در غار بوده ابن بکر بوده نه ابوبکر. این نکته اول. نکته دیگه این که اون شخصی که وقتی پیامبر رفتن در غار، خب مشرکین اومدن افراد قیافه شناسی و کرز قیافه شناس رو آوردن که ایشون بیا تشخیص بده که چه کسی بالاخره پیامبر کجا رفته و از روی رد پا تشخیص بده. و خب کرز قیافه شناس وقتی اومد یک رد پا پیدا کرد نه دو رد پا، یعنی فقط رد پای پیامبر. و بعضی از ادله دیگه که بعضیا بر اساس این ادله اعتقادشون ابوبکر در غار نبوده. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که اصلا بر فرضی که ابوبکر در غار بوده باشه این فضیلتی برای ابوبکر نیست، به جهت اینکه ببینید در این آیه یک جمله‌ای هست که این اتفاقاً دلالت بر این میکنه که نقص و تنقیصی برای ابوبکر ثابت میکنه. در این آیه این اومده اذ یقول لصاحبه لا تحزن. خب زمانی که پیامبر به همنشین خودش مکرر میگفت لا تحزن، چون فعل یقول و فعل مضارع است، استمرار رو در حدی میفهمونه. وقتی کلمه از که ظرف زمان ماضیه در کنار این فعل مضارع بیاد به معنای استمراره. خب یعنی زمانی که مکرر پیامبر میفرمود لا تحزن، محزون نباش، اما ابوبکر به پیامبر ایمان نداشت و محزون میشد، هی میگفت لا تحزن، هی ایشون گوش نمیداد و اون حزنش از بین نمیره. بنابراین این کاشف از اینه که ایشون اعتقادی به پیامبر نداشته. این نکته اول. اما در مورد اون معنای واژه فاروق که شما سوال پرسیدی، ببینید در مورد واژه فاروق به معنی کسی که جدا میکنه بین حق و باطل. خب فاروق یعنی کسی که بین حق و باطل جدا میکنه. منتها این لقب ما اعتقادمون اینه طبق احادیث صحیح السند که این لقب اختصاص به امیرالمومنین داره، زیرا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم، من راستگوی بزرگم و من کسی هستم که بین حق و باطل جدایی می‌افکنم. این عبارت امیرالمومنین علی علیه السلام. اما برای اولین بار اهل کتاب اومدن، یعنی یهودی ها و نصرانی ها اومدن لقب فاروق رو به عمر بن خطاب نسبت دادن که من تو بعضی از این برنامه ها این عبارت رو نمایش دادم که در کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد کاتب واقدی هستش. من بار دیگر هم این عبارت رو خدمت شما نمایش میدم که واضح بشه براتون این مسئله. بله، عبارتی هست که در الطبقات و دیگر کتب اومده. حالا این رو در طول برنامه نمایش میدم. این نرم افزار یه مشکلی پیدا کرد. حالا الان عبارت فاروق که در طبقات کاملا در موردش بحث میشه. که عبارتش این است که اولین کسی که من قال لعمر فاروق الفاروق، این اولین کسانی که این رو گفتن اهل کتاب بودن. خورده این نرم افزار مشکل پیدا کرده، خوب عبارات رو جستجو نمیزنه. خب من حالا تا این عبارت میاد اون سوال اولتون رو پاسخ بدم که در مورد جنگ تبوک بود. اون در کتاب المحلای ابن حزم آمده است که
چند نفر اراده کردن پیامبر رو به شهادت برسونن که البته نام این افراد رو هم میبره، ولی سندش رو ایشون یه ایرادی میگیره، اما سند کاملا صحیحه و هیچ خدشه‌ای در سند وجود نداره. این مونیتور بنده رو نمایش بدم دوستان ببینید. و من طریق الولید ابن جمیع، خب عبارتش اینجاست، میگه از طریق ولید ابن جمیع رسیده، که بعد میگه ولید ابن جمیع حال کن، این رو قبول نداره. ولا نراه یعلم من وضع الحدیث، میگه این من ولا نراه نمیبینم او را که این جز واضح حدیث وضع حدیث باشه. میگه این شخص کسیه که جعال حدیثه. فانه قد روا اخبارا، روایاتی نقل کرده که ان ابابکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص ارادوا قتل النبی و القاءه من العقبه فی تبوک. میگه اینها اراده کردن که پیامبر رو از بین ببرن و بکشن در تبوک. میگه و هذا هو الکذب الموضوع، میگه این چیزیه که کذبه و جعلیه. خب ایرادش به کیه؟ ایرادش به ولید ابن جمیعه، در حالی که ما در کتاب‌های رجالی وقتی بررسی می‌کنیم نام کامل این شخص اینه ولید ابن عبدالله ابن جمیع، که کاملا نه تنها جعال حدیث نیست، نه تنها وضاع حدیث نیست، بلکه کاملا فردیه که مورد اعتماد علمای اهل سنته. بنابراین تنها گیری که این نویسنده به این روایت میده همینه، همین راویه. این راوی هم از نظر اهل سنت کاملا مورد تاییده. آدرس این عبارت هم جلد 11 صفحه 224 کتاب المحلا، المحلا جلد 11 صفحه 224. اینم در مورد سوال اولتون. اما در مورد اون سوالی که پرسیدید پیرامون این که عمر رو چه کسی فاروق نامیده و معنی واژه فاروق چیه، اون رو که خدمتتون معناشو گفتم. اما چه کسی عمر رو همچین نامی گذاشته، اینو اهل کتاب بودن. مانیتور من اگه نمایش بدید باز این عبارت رو نمایش میدم. ببینید قال ابن شهاب زهری گفته بلغنا ان اهل الکتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق و کان المسلمون یأثرون ذلك من قولهم. میگه به ما خبر رسیده که اهل کتاب یعنی یهودی‌ها و نصرانی‌ها اولین کسانی بودن که به عمر گفتن فاروق و مسلمون‌ها هم از اونا تأثیر پذیرفتن و از اون گفتار اونا، یعنی اونا گفتن فاروق، مسلمون‌ها هم همونو پذیرفتن و عبارت فاروق رو به کار بردن. بنابراین این روایت داره به ما میگه که سندش هم صحیحه. این روایت داره به ما میگه که اولین کسانی که عمر رو فاروق نامیدن یهودی‌ها بودن، مسلمان‌ها هم به تقلید از یهودی‌ها گفتن. وگرنه روایت صحیح سند داریم که نام فاروق مختص به امیرالمؤمنین هستش. خب اگر بیننده دیگه وصل شده بفرمایید. بله. علی آقا از مشهد، از برادران تابع مکتب اهل بیت. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقا. بفرمایید علی آقا. خسته نباشید. خواهش می‌کنم. من عرض می‌کنم که من در اصل شیعه پاکستان هستم. بله. بعد پدرمونم حدوداً 40-50 سال پیش شیعه شده بود، تحقیقاتی و وکیل خیلی معروفی بوده. زمانی که وکالت میخوان اونجا یک مسئله پیش آمده بود، حق وراثت. این حق وراثت متوجه نشدم. وراثت، مسئله وراثت. بله. وراثت؟ بله. خب. بعد اینو دیده که مثلا شیعه به این مسئلهش حق بیشتر دارن. بعد خدمتش من عرض میکنم که از اونجا تحقیقات شروع کرد که شیعه شد. دیگر ما هم الحمدلله دیگر تحقیقاتی شیعه هستیم. الان که من مطرح میخوام بکنم یه موضوعی، دیشب من زنگ زده بودم به شبکه کلمه. بله. اونجا من سوال کردم، ساعت 7 بود، از اسم کارشناسیشون یادم نیست کی بود، ولی ساعت 7 بود. من پرسیدم که این جنگ جمل که بین حضرت علی که داماد پیغمبر بود و حضرت عایشه که زن رسول الله بود، بله. این جنگی که انجام شده و هزاران نفر کشته شده، خون گردن کی هست؟ بله. این گفت که این جنگ اشتباها انجام شده و چند تا منافقین حضرت عایشه رو کشوندن به جنگ و بعد این جنگ انجام شد. ولی اونجوری که شما میگین هزاران نفر کشته شده، هزاران نفر کشته نشده، چند صد نفر کشته شدن. 100 نفر؟ چند صد نفر؟ بین 20,000 تا 32,000 نفر گفتن. بله. بعد گفته که 250 نفر. من گفتم آقا اصلا یک نفر. من اینجوری گفتم بهش، گفتم اصلا یک نفر کشته شده، این خون به گردن کی است؟ بله.
بعد این گفت که این هر دو، بعد سوال کردم که آقا اینا میرن جهنم یا میره بهشت؟ هر کسی که کشته شده میگه هر دو تا رو میرن بهشت. بعد به من آیت سوره احزاب گفت که من اونجا که مثلا چیز نبودم، در جهنم نبودم، ببخشید سوره حجرات. بله. که بعد من الان اینو که خوندم اینجا متوجه شدم که این آیت که اون مثلا اونجوری که ترجمه میکنن و مثلا فکر میکنم اونجوری نیست. همین موضوع رو هم آقای سجودی از نظر یک روحانی شیعه رو کلیپش رو پخش کرد. خب از اونجا مثلا همینو، اون اتفاقا موضوع من بود، اونم همینو پرسید که آقا کدام یکی مثلا مکسر میشه، کدام میره بهشت، کدام میره، اینو پخش میکرد. این آقای سجودی هم همین آیتشو خوند. خب الان مهم اینه که این آیتی که مینویسه که شما اگر دو طایفه مؤمنان با هم بجنگن، بله. شما بهشون صلح بدین، اگر یک گروه طرف صلح نهی بهشون بجنگین. خب من اینو میگم که اگر مثلا بجنگین، پس اون که کشته میشه او چجوری میره بهشت؟ بله. خدا میگه که اون نفری که مثلا آماده صلح هم نیست، شما مثلا بهشون بجنگین، پس اگر اونو بجنگین، اگر اونا هم میره بهشت، پس من دیشب هم همینو گفتم. الانم از شما هم سوال دارم که آیا این دین اسلام اگر اینجوری باشه ما به کفار یا مثلا کسی رو میخوایم مسلمان کنیم، آیا اگر اینو ببینه که دو گروه با هم بجنگن بدون هیچ دلیلی و هر دوتا برن بهشت، پس این چی دینیه؟ بله. ببینید من دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. یکی در مورد اون مطلبی که پرسیدید که اینا گفتن مثلا 100 نفر کشته شده و اعتقاد ما اینه که نه خیر، 100 نفر نه، بلکه خیلی بیشتر. من عرض کردم بین 20,000 نفر تا 32,000 نفر کشته شدن. من این رو ابتدا مطلبش رو به شما نشون بدم که کاملا مستند و درست این رو داشته باشید که خیلی افراد بیشتری کشته شدن. خب مانیتور بنده رو نمایش بدن دوستان. ببینید این کتاب تو نرم افزار الجامع الکبیر، کتاب تاریخ الاسلام، شمس الدین ذهبی نویسنده‌اش هست، جلد سوم صفحه 536. بله. خب و ان قتاده، از قتاده نقل شده، بله. قتل یوم الجمل 20,000. در روز جنگ جمل 20,000 نفر کشته شدن. بله. این یکی. در تاریخ یعقوبی باز عبارتی داریم که در اونجا اومده قتل فی ذالک الیوم نیف و 30,000. بله. در روز جنگ جمل 30 و خورده هزار نفر کشته شدن. بله. پس این قول 20,000 نفر از تاریخ الاسلام ذهبی و البته در کتاب‌های دیگه هم اومده. در تاریخ خلیفه ابن خیاط هم جلد 2 صفحه 183 اومده که 30 و خورده هزار نفر کشته شدن. این نکته اول. بله. اما نکته دوم در مورد این که شما فرمودید دو تا طایفه مؤمن با هم جنگیدن. ببینید اتفاقا طبق نظر اهل سنت، ما اگه از همون روایت صحیح بخاری هم بخوایم جلو بریم، طبق صحیح بخاری کسانی که اومدن بر خلیفه خروج کردن اصلا اینا مؤمن نیستن. خب ما در صحیح بخاری یه عبارتی داریم، عبارتش هم اینه: من کره من امیره شیئا. من این عبارت رو البته حفظ هستم، ولی به قول معروف اگه این رو برای شما بزنم خودتون ببینید خیلی بهتر هستش. من کره من امیره شیئا فلیصبر. کسی که از امیر خودش، از اون خلیفه خودش ناراحتی داره باید صبر بکنه. خب و بعد در ادامه میگه هر کسی که صبر نکنه و بر خلیفه خروج بکنه این به مرگ جاهلیت و کفر از دنیا رفته. مانیتور بنده رو دوستان نمایش بدم. ببینید این کتاب صحیح بخاری طبق چاپ دار و ابن کثیر الیمامه که در نرم افزار جامع الکبیر هستش. خب جلد 6 صفحه 2588 حدیث 6645. خب اینجا آمده ان النبی از پیامبر داره نقل میکنه، من قال من کره من امیره شیئا فلیصبر. هر کسی که از امیر و خلیفه خودش ناراحته باید صبر بکنه. چرا؟ فانه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاهلیه. هر کسی که از سلطان بر سلطان خروج بکنه، بر خلیفه خروج بکنه، شبرا به اندازه یک وجب خروج بکنه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته.
یعنی کسانی که در جنگ جمل، طبق این منطق میخوام بریم جلو دیگه، کسانی که در جنگ جمل مقابل پیامبر، مقابل امیرالمومنین علیه السلام وایسادن، اینا مرگ جاهلیت از دنیا رفتن، مرگ کفر. اون وقت اینا میگن اینا بهشت میرن هر دو طایفه. من خدمت شما عرض میکنم که من همین سوالو دارم که مثلا خود خداوند متعال که این آیت قرآنی که برای من خوندن اینجا نوشته که اگر یک گروه کوتاه نیامد بهشون بجنگین. اونجا که بجنگین بالاخره کشته میشه، اون که کشته میشه چجوری میره بهشت؟ خدا میگه بجنگین. آفرین. به قول خودشون خدا میگه بجنگین، زمانی که بجنگین. که اون به نظر من بنده شخصی که علم اون چنانم ندارم ذهنم نمیاد که او باید بره بهشت. اگر بره بهشت که باید فردا ما همه بجنگیم و بریم بهشت بکشته بشیم. خب دیگه پس چه فایده داره؟ بعد خدمت شما عرض کنم که یک سوال دیگه اون وقت ببخشید میونه کلامتون جناب علی آقا، علاوه بر این که ما در چیز داریم، در تفسیر طبری جامع الآیه قرآن، در تفسیر طبری داریم که حالا تفسیر طبری معروفه جامع البیان عن تأویل آیه القرآن هم اسم دیگرش هست. اونجا آمده که اصلا این آیه‌ای که اینا برای شما خوندن شأن نزولش در مورد دو تا طایفه اوس و خزرجه. بله اونو من دیدم. برای جنگ اوناست. چه ربطی به جنگ جمل داره؟ چه ربطی به امیرالمومنین داره که خلیفه بر حقه؟ یک موضوع خیلی مهمی دیگه است که بعض اینا گفتن که حضرت عایشه توبه کرده. بله. بس اگر یک نفر اول که اشتباه کرده باشه که توبه کرده. بله. خودش اشتباه رو قبول کنه توبه کرده. بس نفری که توبه کرده باشه چجوری صدیقه میشه؟ یعنی یک جنگی بیاد و بس اینقدر مثلا بزرگ کاری انجام بده و افراد کشته بشن، حالا مثلا ما میگیم 50 نفر مثلا یک نفر کشته شد، بعد این آقای خانمی که مثلا خودشون قبول کردن دیشب که توبه کرده، بس اون کسی که توبه میکنه اشتباه میکنه، اون کسی که اشتباه میکنه چجوری این همه احادیث از حضرت عایشه وجود داره اون صدیقه باشه؟ وقت ببینید یه دو تا مسئله هست. اینا میگن توبه کرده. اولا یک روایت صحیح السند نشون بدم که ایشون توبه کرده. این نکته اول. نکته دوم، بر فرض که توبه کرده باشه کجا جبران کرده؟ آیا جبران کرد؟ ما در تاریخ داریم که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به عایشه رسید سجده شکر به جا آورد، اظهار شادی کرد. نام غلامش رو که عبدالرحمن، یه غلامی داشت که در واقع به خاطر اینکه عبدالرحمن بن ملجم امیرالمومنین رو به شهادت رسونده بود اسم غلامش رو گذاشت عبدالرحمن. خب این چه توبه ایه؟ توبه باید جبران باشه، در حالی که هیچ جبران نکرده، نه خونبهای اون افراد رو پرداخته که باید می‌پرداخت بالاخره، نه اینکه نسبت به امیرالمومنین روی کرده دیگری داشته، صحیح داشته. علاوه بر این که ببینید ما در توی مباحث فقهی داریم که شخصی که با پدر بزرگ کسی ازدواج میکنه، یک خانومی میاد با پدر بزرگ مثلا یه آقای ازدواج میکنه، این خانم به نوه این فرد محرمه، درسته؟ خب الان عایشه با پیامبر ازدواج کرده، پیامبر پدر بزرگ امام حسنه، اما در کتاب درالمنصور سیوطی داریم که کانت عایشه احتجبت عن الحسن، موقعی که به امام حسن میرسید حجاب میکرد، خودشو میپوشون، با اینکه به امام حسن محرم بوده. برای چی این کارو میکنه؟ خب این نشان دهنده مخالفت‌هایی که با امیرالمومنین علیه السلام دارن. بعد شما عرض میکنه یک سوالی بوده که اینا بعد گفتن که اگر این مثلا موضوعی جوری بود بعد که حضرت علی تو اقتدار بودن خلافت ظاهری هم داشتن، چرا با افراد دیگری مثلا مثل عبدالله ابن زبیر رو مجازات نکردن؟ اگر مثلا اینا بعد از جنگ اینجوری شد و اونا ناحق بودن، چرا مجازات به عبدالله ابن زبیر و دیگران رو نکردن؟ یکی سوال دومش من اینو مثلا بهشون گفته بودن که اگر عایشه توبه کرده طلحه زبیری که کشته شدن اون که زنده نبودن که توبه کنن، وضعیت اونا چی میشه؟ ببینید اولا در مورد این که شما فرمودید که چرا اون افراد رو مجازات نکرد، پسر زبیر اینها رو، ما دو تا مسئله داریم. یکی این که اولا حضرت دنبال آرامش بود تو حکومت اسلامی، خب و دنبال جنگ و خونریزی و انتقام از این اون نبود. خیلی هم بودن که مجرم بودن، پیامبر اونها رو کاریشون نکرد. خب گفتم که مثلا به عنوان نمونه مثلا وحشی که حضرت جگر حضرت حمزه رو در آورد، خب یا مثلا ابو سفیان یا هند جگرخوار، اینا اومدن گفتن آقا ما پشیمانیم، حضرت اینا رو مجازات نکرد. حتی مثلا وحشی تنها جمله‌ای که پیامبر طبق منابع اهل سنت به او گفت وقتی وحشی مسلمان شد گفت قیب وجهک عنی، یعنی چهره‌تو دیگه نبینم.
این جملاتی، ولی مجازاتش نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه خود پیامبرم میفهمن که آقا من اگر بیام یه عده از اینا رو بکشم میگن محمد اصحاب خودش رو داره میکشه. و بالاخره اینها اولا دنبال چی بودن؟ دنبال آرامش در جامعه اسلامی بودن. این نکته اول. نکته دوم، بحث دیگه، این که حضرت امیر رو فرصت بهش ندادن. بعد از جنگ جمل جنگ صفین رو راه انداختن. بعد از جنگ صفین اومدن جنگ نهروان رو راه انداختن. خب این هم نکته دیگه. آخرین نکته هم بگم چون بینندگان عزیز دیگری پشت خط هستن، اونم اینه که مثلا در مورد شخص عایشه، شمس الدین سرخسی که از علمای بزرگ حنبلی مذهبه میگه زن، البته عبارت عربیش طولانی، من خیلی خلاصه‌شو برای شما بگم، میگه زن حتی اگر کافرم بشه نمیشه بکشیمش، چه برسه به کسی که اومده خروج کرده. اونم روی این حسابا امیرالمومنین با اینا کاری نداشتن. موفق و مؤید باشید. التماس دعا. خواهش میکنم. بیننده بعدی. بله، احمد آقا از مشهد، از برادران اهل تسنن. سلام علیکم. صدای گیرنده‌تون رو لطف کنید ببندید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه آقا؟ خواهش میکنم جانم، بفرمایید. حالتون خوبه آقا؟ سلام. الحمدلله، سلامت باشید. بفرمایید احمد آقا. خدمتتون یک سوال داشتم. بفرمایید. اینه که غیر از خدای تبارک و تعالی کسی دیگر علم غیب داره یا نه؟ ببینید، ما قرآن خوندید احمد آقا؟ بله کاملا، آل قرآنی. بله. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. بله. یعنی چی؟ خدای پیامبر میگه ذالک من انباء الغیب، مثلا که چیزهایی که اصلا در ذخیره غیب هستن که به تو پیامبر ما وحی خبر غیبیه، درسته؟ نه ترجمه. سوالم اینه که این خود چیز دیگه که خدا وحی میکنه. احمد آقا ببینید، اگه تون صحبت کنی من اصلا نمیشتم تون صحبت بکنی. میدونی من یه آیه ازت پرسیدم، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. بله. یعنی این خبرهای غیبی است، ما به تو وحی میکنیم. بله. پس خدا خبر غیبی میتونه در اختیار پیامبر قرار بگیره؟ خب نگاه کنید، خدا میگه من میدیم خبر به تو. این مثل اینه، نگاه کنید. این عجبه، این مثل اینه که من جواب منو ندادی. جواب منو ندادی. بالاخره پیامبر میتونه علم داشته باشه دیگه. من جواب شما رو میدم. من میگم این مثل اینه که من بیام به شما بگم که بیرون این کار شده، شما که اصلا اطلاعی نداری، من میگم فلان جا تصادف شده، به شما تازه خبر میدم. این مانند اینه، خدا به پیامبر خبر میده از غیبیات اونا رو اطلاع. منظورم اینه که غیر از خدا کسی دیگر که مثلا الان علم غیب داشته باشه، از چیزهای غیب پوشیده بداند، چنان چیز امکان داره یا نه؟ ببینید من عرض کردم امکان داره، منتها علم غیب قطعا و یقینا باید با اجازه خداوند باشه. وگرنه ببینید هیچ کسی اعتقادش این نیست که رسول خدا مثلا بدون اجازه خدا علمی داره. خب از اون ور ما در صحیح مسلم که میشناسید شما؟ بله. آفرین. چه کتابی صحیح مسلم؟ دومین کتابای سیاسی اهل سنت. بله. نه میدونم. شما نظر اهل سنت راجع به صحیح مسلم چیه؟ میگم بله صحیح بخاری مقامشه. نه میدونم. صحیح بخاری و صحیح مسلم چه جایگاهی داره؟ جای بزرگی داره. اکثر احادیثشون صحیح هستن. اکثرش یا همش؟ اکثر. یک بار دیگه حدیث ضعیف اینجا باشه همه صحیح هستن. ببینید علمای اهل سنت حرفی غیر از شما میزنن. بله. علمای اهل سنت میگن صحیح مسلم و صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد قرآن هستن. بله. خب حالا یه حدیثی رو میخوام از صحیح مسلم بهت نشون بدم. یه مانیتور بنده رو نمایش بدن دوستان. حالا آقا نگاه کنید. اجازه بدید. نه مانیتور رو نمایش بدین. من میگم غیر از خدا کسی دیگه علم غیب داره یا نه؟ میخوام بهت نشون بدم دیگه. شما چرا صحیح مسلم رو آوردید؟ خب صحیح مسلم کتاب شماست، کتاب ما نیست که. کتاب ما. بله. خب تموم شد دیگه. اگه یه چیزی در صحیح مسلم اومده باشه خب باید بپذیرید دیگه. خب بفرمایید. خب عنایت بفرمایید مانیتور منو. حذیفه ابن یمان، یکی از اصحاب بسیار جلیل القدر رسول خدا، ایشون انه قال اخبرنی رسول الله بما هو کائن الی ان تقوم الساعه. رسول خدا از هر آن چنان چیزی که تا قیامت رخ میده به من خبر داد. هر چیزی که تا قیامت رخ میده. بله. الا قد فما منه شیء الا قد سألته. میگه هیچ چی نموند، هیچ چیزی تا قیامت هر اتفاقی بیفته
باقی نمون جز این که رسول خدا به من خبر داد. من از او پرسیدم و به من خبر داد. خب این روایت صحیح مسلم داره اثبات میکنه که اولا رسول خدا علم غیب داره، این اولا، و ثانیا این مطلب رو به حذیفه هم فرموده، یعنی حذیفه هم تا قیام قیامت میدونه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آیا این غیر علم غیبه؟ خب حالا به من فرصت بدید من صحبت کنم. بفرمایید. من یه آیه، ببین شما میخواید صحبت بکنید، قبل از اینکه چیز دیگری رو مطرح بکنید اول یه آیه قرآن براتون خوندم، یه روایت از صحیح مسلم، این دو تا رو جواب بدید بعد من خدمتتون هستم. باشه نه کنید، من جواب میدم. این حدیث را برای شما پیامبر صلی الله علیه و آله به حذیفه فرموده خب تا قیامت هم معلوم داره. کی فرمودن؟ خب جواب من میگم آمدن عیسی را پیامبر خبر داده، آمدن مهدی را هم خبر داده، همه چیزا که بعد این یک و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از طرف الله وحی میشه. اشکالی نداره. وحی مطلوب غیر مطلوب، قرآن غیر قرآن که سنته، وحی که غیر تلاوت شده. خب آقای احمد آقا ببینید اینجوری، احمد آقا بیننده ها اینجوری متوجه نمیشن، تون صحبت نکنید. ما ببینید مثل که دعوای لفظی شده. من دارم میگم آقا علم غیبی که پیامبر دارند خب از طریق خداونده. خب درسته؟ بله. خب شما اینجا ایرادی داری؟ نگاه کنید علم غیب، اگر شما سوال منو متوجه نشدید شاید. چرا متوجه شدم؟ شما میگی آیا کسی غیر از خدا میتونه علم غیب داشته باشه؟ شما اون آیه را که خواندید خیلی مدلل خواندی، خوب این چیزی منم قبول دارم. ذلك من انباء الغیب نوحیها الیک. بله. خب من گفتم مثلا برای شما زدم مانند تصادف و خبر بدن. پیامبر الله به پیامبر خبر میده. الان من چیزی دیگه میگم. الله اگر خبر نده هیچی، الله خبر نمیده به هیچ کس. ما که قبول نداریم. اگر خداوند، ببین پیامبر منهای خدا اصلا معنایی نداره. پیامبر هر چی باشه از جانب خداونده. خب هست نگاه کنید به پیامبر خدا تبارک و تعالی چیزهایی گفته که میگن خب گفته من قبول دارم، پیامبر اون رو میدونه که خدا برایش گفته. الان من ثابت الان شما گوش کنید، من ثابت میکنم از قرآن عظیم الشان که از پیامبران دیگر که پیامبران علم غیب نداشته. اولا آیه صریح قل لا یعلم، قرار نیست شما به یه جای دیگه. ببین برادر شما سوال احمد آقا ببین یه عده بودن زمان پیامبر بخشی از قرآن رو میگرفتن بخشی رو قبول نداشتن. بعد خداوند فرمود که اینا میگن نؤمن به بعض نکفر به بعض. خب اینها بعضی رو قبول دارن بعضی قبول ندارن. من دارم آیه قرآن برات میارم، شما میگی نه علم غیب فقط خدا میدونه. میگم بابا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. آقا من خدا به تو گفتم. اون مسئله حل شد. نه خب تمومه. پس اگر شما اعتقادتونه گوش کنید، بنده در این مسئله با شما هم نظرم که پیامبر اگر خداوند چیزی بهش وحی نکنه چیزی نمیدونه. هم نظری باش منم موافقم. بس تمام شد. مثلا این مسئله که غیر از خدا علم غیب اون که چیزی خود خدا وحی بکنه که نظر شدید. الان این که وحی اگر نباشه یکم آروم بگید من متوجه نمیشم. یواش بله اگر مثلا خدای تبارک و تعالی پیامبر وحی که داشته باشه، خدای تبارک و تعالی چی؟ آیا پیامبر یا ائمه اطهار یا دیگر خلفای راشدین صحابه هم غیر از خدا من روایت از صحیح مسلم برات خوندم که به قول معروف حذیفه پیامبر مسائل غیبی رو براش گفت. بله خب دیگه چی؟ من گفتم از صحابه بود دیگه. توضیح دادم روایت را توضیح گفتم. چه توضیح دادی شما؟ من توضیح میدم دوباره. میگم که اونجا هم که به حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه پیامبر گفت خب چیزی اون وحی بود که پیامبر وحی شده که میگه من چیزا را براتون میگم تا قیامت میاد. خب الان پیامبر علمو به همه صحابه یاد داد دیگه، چه ایرادی داره؟ خب یا به علم به صحابه یاد داد مشکلی نداره. خب برای او از طرف خدا وحی شده بود اون که جواب داد. اما من میگم آیا ائمه صحابه اینا علم غیب دارن یا پیامبران علم غیب دارن که بیرون از پوشیده هست؟ شما ببینید شما میگی صحابه یا دیگران، یعنی اگه پیامبرم بهشون یاد نداده باشه؟
نه خارج از اون بحث اون را که من و شما موافقیم. خب من عرض می‌کنم ببینید خارج از اون بحث ما نداریم. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شخصیت علمیش بسیار بالا بود که عمر بن خطاب بالای 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر، حتی ایشون هم اجازه بدید حتی ایشون هم فرمودن که عنایت بفرمایید ایشون هم فرمودن پیامبر این علم رو به من داده. خب اما مشکل چیز دیگری است آقای عزیز. مشکل یه مطلب دیگه است. ببینید اونم در مورد شخص ابن تیمیه است. شما ابن تیمیه رو قبول داری؟ بله بله کاملا. خب حالا ابن تیمیه متاسفانه علم غیب داره. بله. چطور؟ اینو ابن تیمیه داره علم غیبو. خبر داری؟ نه ما معتقد نیستیم که علم ابن تیمیه، ابن حزم، ابن قیم یا دیگر بزرگان پیامبران علم غیب نمیدونن. بله. علم غیب داره یا نداره؟ قبول داری یا نداری؟ نه قبول داریم که علم غیب نداره. خب حالا من یه عبارتی بهت نشون میدم. اشکال نداره؟ بفرمایید. خب این یک کتابی است به نام مدارج السالکین. خب نویسنده کتاب عرض کنم که ابوبکر زرعی هست و البته در کتاب‌های دیگه این مطلب آمده که ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه در جلد دوم این کتاب صفحه 490 این مطلب رو میاد بیان میکنه. خب عبارتش رو بله اخبرنی به بعض حوادث الکبار. خب که این در این کتاب اومده که ابن تیمیه بعضی از حوادث رو برای ایشون میگفت و چیزایی که در آینده اتفاق افتاده اتفاق خواهد افتاد. ببینید اخبرنی به بعض حوادث الکبار تجری فی المستقبل، بعضی از چیزهایی که در آینده قرار بود اتفاق بیفته و هنوز اتفاق نیفتاده بود ابن تیمیه به ابن تیمیه خبر داد. خب اینو از کجا ابن تیمیه فهمید؟ نگاه کنید گفتار ابن تیمیه مهمه، گفتار قرآن مهمه. ببینید شما گفتیم ما قبول نداریم ابن تیمیه گفته باشه. خب من این روایت این چیزی که اینجا گفته من از این نمیدونم، از قرآن میدونم. قل لا یعلم من فی السماوات والارض. حرف قبلیتون رو پس گرفتید شما. بله شما پس حرف قبلیتون رو پس گرفتید. من نگاه کنید این مطلب من اینه که یا یواش بریم جلو. میگم یواش بریم جلو. مثلا نمیدونم من ثابت میکنم. ببینید نگاه کنید برادر، نگاه کنید شما فرمودید در حرف قبلتون گفتید آقا ما قبول نداریم ابن تیمیه اینو گفته باشه. خب یه بار دیگه عبارت منو نشون بدن دوستان. من یه بار دیگه عبارت رو بخونم برای این عزیزمون. ببینید و اخبرنی غیر مرتن به امور باطنه تختص بی. ابن قیم جوزیه میگه آقا ابن تیمیه بارها غیر مرتن بارها یک امور باطنی رو که مختص به خودم بود، یه اموری که تو قلب منه، بهم خبر میداد. این رو از کجا فهمیده بود؟ شما فهمیدید ما قبول نداریم. خب این کتاب علمای شما نسبت به ابن تیمیه قبول دارن که علم غیب داشته. خب من چیز دیگه میپرسم از شما. خب نه این چی شد؟ خب من جواب میدم. ابن تیمیه بس اینو نمیتونی جواب بدی. خب بعدی خیلی وهابی بود. ابن تیمیه که اصلا تندرو بود به شما که فرمودید قبولش داری. شما آقای عزیز شما فرمودید قبولش دارم ابن تیمیه رو، حالا میگی تندرو وهابی. قبول ندارم که علم غیب بدونه. چیو؟ همین که علم غیب بدونه. علم غیب میدونه. بس خودشو قبول داری؟ خودش بله. خب پس شما در این کتاب مدارج السالکین ما پیامبر رو هم قبول داریم، امام علی رو هم قبول داریم، من میگم علم غیب نمیدونه. این که نشد. ببینید نگاه کنید من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ببینید هم پیامبر علم غیب میدونه، هم حضرت علی علم غیب میدونه، هم حذیفه علم غیب میدونه. خداوند به پیامبر وحی کرده. خب طبق قرآن پیامبر هم این علمو در اختیار برخی از صحابه گذاشته. لذا نگاه کنید یه نکته به شما بگم. یه نکته میدونم همه چی به خدا برمیگرده. ببینید من گفتم همون اولم گفتم همه چی به خدا برمیگرده، شک و شبهه‌ای هم درش نیست. درسته؟ خب اما اگر شما متوجه نشدی، ببین گفتم همه چی به خدا برمیگرده. درسته؟ و علم غیبی که امیرالمؤمنین داره یا هر کدوم از ائمه ما دارن علمش از ناحیه خداست. این نکته اول. خب اما صحبت روی امثال ابن تیمیه است
که علمای شما گفتن اینا علم غیب بلد بوده ابن تیمیه؟ این علم غیب از کجا آورده؟ اشکال به ما نیست، ما اعتقادمون اینه. ببینید ما میگیم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی شخصیتی که خداوند اون رو به عنوان امیر مردم منصوب کرده. این معنی امیرالمؤمنینه از اعتقاد ما. خب یعنی ما وقتی میگیم امیرالمؤمنین، میگیم حضرت علی، میگیم امام جعفر صادق، اعتقادمون اینه که اینا علمشون الهیه. خدا هر چی دارن از خدا دارن. اما ابن تیمیه که دیگه علمش الهی نیست. شما باید علمای شما و شما که میگید من ابن تیمیه رو قبول دارم، این رو باید جواب بدن که بالاخره این معنی عبارت چیه. خب یه لطف کنید آقای عزیز، ببینید ما وقتمون کمه، بینندگان دیگری هم پشت خطن. شما همین عبارت که من بهت آدرس دادم مدارج السالکین جلد شما من گفتم جواب بدید. من گفتم به شما یه طرف قرآن رو میگیری یه طرفش رو رها میکنی. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، بذارش بغل اون جوابتو میگیری. نمیشه که یه تیکه قرآن رو بپذیری یه تیکه‌شو نپذیری برادر. خب این رو دقت بکنید. پس بنابراین شما لطف کنید هفته آینده بازم زنگ بزنید ولی این عبارت تحقیق بکنید. اینو که به شما نمایش دادم. خب بیننده بعدی رو بفرمایید. بیننده بعدی. بله آقا علیرضا از مشهد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و همچنین همه مسلمانان جهان. سلامت باشید. حال شما خوبه آقا علیرضا؟ قربون شما، خواهش میکنم. زنده باشید. جان آقا علیرضا بفرمایید. بله من دو تا سوال داشتم، البته یکیشو میپرسم چون وقت ندارید. اگه آره 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم بفرمایید. آره بنده این عبارت رو دیدم یه جا، میخواستم ببینم که چطوری آیا این درستی که در روایات اهل سنت هم وارد شده که جناب ابوبکر در هنگام احتضار و اواخر عمر خودشون از انجام چند کار که یکی از اونها آتش زدن در خانه خانم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، احساس پشیمانی و ندامت کردن و آرزو میکنن که ای کاش این کار رو انجام نمیدادن. بله مستند معتبر وجود داره این مسئله. یعنی میخواید پس از گیرنده گوش بدید من این عبارات رو بهتون نمایش بدم. بله متشکرم. اشکالی نداره. من عبارات رو براتون نمایش میدم در کتاب مصنف ابن ابی شیبه. الان دارم میرم حرم نایب زیارتم هستم. زنده باشید. ان شاءالله که برامو دعا کنید زیارتتون قبول باشه. ببینید من این عبارت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و خوشحال هستم که بار دیگر توفیق نصیبم شد که مهمان خانه شما
عزیزان باشم از دوربین برنامه تریبون آزاد، یعنی برنامه‌ای که از روزهای شنبه تا سه‌شنبه پخش میشه با کارشناس‌های مختلف و روز سه‌شنبه بنده خدمت شما میرسم. همونطوری که مستحضرید ما در ابتدای برنامه فضیلتی از فضایل آقا امیرالمؤمنین رو بیان میکنیم و بعد تلفن‌های شما عزیزان رو شنوا هستیم. یکی دیگه از اون فضایلی که آقا رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام برمی‌شمارن بحث مقام علمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش و اون عنایت و کرامتی که خدا نسبت به ایشون عطا کرده. در حدیث صحیح السندی اون حضرت می‌فرمایند که انا مدینة الحکمه و علیون، انا مدینة الحکمه و العلم و علیون بابها. یا در بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و خوشحال هستم که بار دیگر توفیق نصیبم شد که مهمان خانه شما عزیزان باشم از دوربین برنامه تریبون آزاد، یعنی برنامه‌ای که از روزهای شنبه تا سه‌شنبه پخش میشه با کارشناس‌های مختلف و روز سه‌شنبه بنده خدمت شما میرسم. همونطوری که مستحضرید ما در ابتدای برنامه فضیلتی از فضایل آقا امیرالمؤمنین رو بیان میکنیم و بعد تلفن‌های شما عزیزان رو شنوا هستیم. یکی دیگه از اون فضایلی که آقا رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام برمی‌شمارن بحث مقام علمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش و اون عنایت و کرامتی که خدا نسبت به ایشون عطا کرده. در حدیث صحیح السندی اون حضرت می‌فرمایند که انا مدینة الحکمه و علیون، انا مدینة الحکمه و العلم و علیون بابها. یا در بعضی قسمت‌ها انا مدینة العلم و علیون بابها یا انا مدینة الحکمه و علیون بابها. فرق نمی‌کنه، الفاظ مختلف هستش و ولی همه اینها سنداشون صحیح هستش. حضرت می‌فرمایند که من شهر حکمت و علم هستم و درب شهر حکمت و علم علی است. یعنی هر کی میخواد به علم من رسول خدا پی ببره، هر کس میخواد به حکمت من رسول خدا برسه، باید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد بشه. خب با توجه به این روایت خیلی مطالب برای ما روشن میشه و اون این هستش که مثلا به عنوان نمونه خداوند در قرآن فرموده است که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما کتاب قرآن رو بر تو نازل کردیم برای اینکه تو برای مردم بیان کنی آنچه بر اونها نازل شده. خب وقتی رسول خدا در قید حیات نباشن، طبیعتاً باید از شهر علم رسول خدا وارد بشیم که اون شخص امیرالمؤمنینه. یعنی مفسر قرآن بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بدا به حال اونهایی که زمانی که امیرالمؤمنین اون قرآنی رو که از رسول خدا رسیده بود و شرح و تفسیرش رو امیرالمؤمنین در کنارش نوشته بود از حضرت نپذیرفتن و حضرت مجبور شدن که آن قرآن رو که با تفسیر بود در خانه نگهداری بکنن. خب اگر بیننده وصل شده دوستان لطف کنن اولین بیننده رو بیان بفرمایید. بله، جناب آقای حذیفه از زاهدان از برادران اهل سنت. سلام علیکم.